حملات کوبنده و اصابت موفق موشک‌های دوربرد ایران به عمق سرزمین‌های اشغالی، خسارت شدید به پالایشگاه نفت حیفا و مهمترین مرکز تحقیقات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب تل‌آویو. اذعان رسانه‌های صهیونیستی به قدرت بالای کلاهک‌های جنگی موشک‌های ایران. منابع خبری از شمار بالای کشته‌ها و زخمی‌های حملات ویرانگر دیشب خبر می‌دهند. 35 نفر فقط در جنوب تل‌آویو ناپدید شدند. و اجتماع میلیونی قدیر در سراسر کشور، در حالی که ساکنان سرزمین‌های اشغالی به پناهگاه‌ها گریخته‌اند، ملت ایران با حضور حماسی خود جنایت اخیر صهیونیست‌ها را محکوم و از نیروهای مسلح حمایت کردند. خودم، بچه‌ام، همسرم فدای ایران و اسلام. عاشق کشورم، برای همین اومد. ایران با موشک‌هایی که زد گردن اسرائیل شکوند. افتخار می‌کنیم به سپاه ارتش جمهوری اسلامی. باید اسرائیل شخم بزنیم. امروز اومدم که نشون بدم پشت نیروهای مسلح کشورم هستم. من اومدم اینجا که به اسرائیل ثابت کنم مردم ایران همیشه پشت همن. فقط انتقامی سخت. کسی جرأت نداره ذره ای از خاک اینجا رو از اینجا ببره. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صبح شما بخیر بینندگان ارجمند. با مشروع خبرهای ساعت 8 همراه شما هستیم. ادامه فرماندهی پرقدرت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اجرای دومین شب عملیات وعده صادق 3. شب گذشته و بامداد امروز در 2 مرحله موج جدید عملیات پهپادی موشکی وعده صادق 3 هوافضای سپاه با رمز یا علی بن ابی طالب انجام شد. در این عملیات صدها موشک و پهپاد به سراسر سرزمین‌های اشغالی از جمله تل‌آویو و حیفا، قدس اشغالی و برخی نقاط دیگر اصابت کرد. رسانه‌ها و مقامات رژیم صهیونیستی اذعان کردند حجم وسیعی از تخریب ساختمان‌ها، مراکز زیرساختی، پالایشگاه حیفا و نیروگاه برق دچار تخریب گسترده شده و دست کم 12 نفر به هلاکت رسیدند و بیش از 175 نفر هم زخمی شدند که حال برخی از آنها وخیم است. عملیات آواربرداری در تل‌آویو با اعزام شمار زیادی از نیروهای امدادی این رژیم ادامه دارد تا اجساد باقی مانده از زیر آوار خارج شوند. رسانه صهیونیستی هآرتس هم گزارش داد مقامات این رژیم به دلیل ناکامی در رهگیری موشک‌های ایرانی از آمریکا برای خارج شدن از فشار حملات درخواست کمک فوری کردند. تصاویر منتشر شده از سرزمین‌های اشغالی حکایت از حجم گسترده تخریب‌ها و قدرت بالای کلاهک‌های جنگی موشک‌های ایران دارد. پیشتر سخنگوی سپاه پاسداران تاکید کرده بود در صورت تداوم شرارت رژیم صهیونیستی عملیات در موج‌های بعدی سهمگین‌تر خواهد بود. طبق اعلام رسانه‌های صهیونی در عملیات شب گذشته و بامداد امروز شبکه مخابراتی، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی به شدت با محدودیت دسترسی مواجه و اعلام شده هر گونه انتشار تصاویر از تخریب ساختمان‌ها با برخورد جدی مواجه می‌شود. اخبار اولیه همچنین از نشت مواد خطرناک در بندر حیفا حکایت دارد. در پی حملات موشکی و پهپادی ایران، فرودگاه بنگوریون هم از سرویس دهی خارج شد.
منابع رسانه‌ای از هدف قرار گرفتن مؤسسه وایزمن، یکی از مهمترین مؤسسات نظامی رژیم صهیونیستی در جنوب تل‌آویو خبر دادند. این مؤسسه از مهمترین مؤسسات رژیم صهیونی در حوزه هوش مصنوعی و سامانه‌های نظارتی از جمله هدایت پهپادها، توسعه سلاح‌های خودکار و موارد امنیتی است. بر اساس گزارش‌ها این ساختمان نظامی و امنیتی بر اثر اصابت موشک‌های ایرانی کاملاً ویران شد. گفته شده افراد زیادی زیر آوارهای این مؤسسه محبوسند. بر اساس آخرین خبرها بر اثر حملات موشکی دیشب و بامداد امروز ایران به سرزمین‌های اشغالی تا زمان مخابره خبر کشته‌ها به 12 تن و تعداد مجروحان به دست کم 170 نفر رسیده است. العربیه ساعتی پیش به نقل از پلیس رژیم اعلام کرد در اثر حملات ایران قطعی برق و ویرانی گسترده در بتیام جنوب تل‌آویو رخ داده. در پی انجام موج دوم عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادق 3، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم و من اعتدى علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدى علیکم. در ادامه عملیات تهاجمی ترکیبی وعده صادق 3 در پاسخ به شرارت‌ها و تعرض‌های امروز رژیم صهیونیستی، تأسیسات تولید سوخت جنگنده‌ها و مراکز تأمین انرژی رژیم با انبوهی از پهپادها و موشک‌ها مورد هدف قرار گرفت. موج‌های جدید عملیات تهاجمی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صورت تداوم شرارت‌ها و تعرضات سهمگین، گسترده و مخربتر ادامه خواهد یافت. هراس صهیونیست‌ها از احتمال حمله موشکی ایران به دیمونا و جنوب سرزمین‌های اشغالی. در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی خود را برای دور تازه‌ای از حملات ایران آماده می‌کند، رسانه‌های این رژیم از احتمال هدفگیری مناطق جنوبی به ویژه تأسیسات هسته‌ای دیمونا خبر دادند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند این رژیم در حال آماده باش برای مقابله با حمله دیگر از سوی ایران است. با این حال به نظر می‌رسد که این بار هدف حمله شمال سرزمین‌های اشغالی نبوده، بلکه تمرکز احتمالی بر مناطق جنوبی از جمله دیمونا خواهد بود. بر اساس این گزارش‌ها، هشدارهایی درباره امکان شلیک موشک‌های بالستیک از سوی ایران به سمت دیمونا و جنوب فلسطین اشغالی صادر شده. از شهرک نشینان خواسته شده در داخل شهر تردد نکنند. خبر دیگر این که رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی از بازداشت 2 صهیونیست به اتهام جاسوسی خبر داد. اما با وجود ادعای صهیونیست‌ها درباره رهگیری موشک‌های ایران، گزارش‌ها و تصاویر دریافتی از سرزمین‌های اشغالی از اصابت موشک‌ها و شکست کامل پدافند صهیونیست‌ها حکایت دارد. کانال 12 رژیم صهیونیستی اذعان کرده حجم کلاهک‌های انفجاری موشک‌های ایرانی شوکه کننده بوده. سخنگوی نظامی رژیم هم از ضعف و نفوذ پذیری پدافندی گفته است. موج جدیدی از پاسخ‌های ایران به رژیم صهیونیستی، اقدام متقابلی که در عملیات وعده صادق این بار به دومین شب خود رسیده. صادقانه بگویم این همان چیزی بود که انتظار می‌رفت. یک حمله موشکی بالستیک بالقوه از طرف ایران در مقیاس بزرگ، حمله‌ای که می‌تواند سیستم‌های دفاع هوایی اسرائیل را در هم بشکند. سپاه پاسداران از اصابت مؤثر 10 موشک بالستیک به اهداف راهبردی آنها خبر داده. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم بیانیه داد پهپادهای انتحاری کلاس آرش اهدافشان را در سرزمین‌های اشغالی منهدم کردند، چالشی که پدافندهای شناخته شده صهیونیست‌ها را درگیر کرده. از جمله سامانه پیکان با هزینه هر موشک حدوداً $2 میلیون یا سامانه‌هایی مانند گنبد آهنین، فلاخن داوود و البته پاتریوت و تاد آمریکایی.
صهیونیست‌ها از رهگیری برخی موشک‌ها خبر دادند. با این حال مانند تجربه‌های قبلی از آنها انتظاری نمی‌رود تصویری از شدت تخریب‌ها را در مراکز نظامی منتشر کنند. تصاویر سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد سامانه‌های پدافندی برای رهگیری موشک‌ها میان ساختمان‌های مسکونی در شهرها مستقر شده. سپر انسانی که رژیم ایجاد کرده و نتیجهش در امان ماندن سامانه‌هایش است. به دلیل شرایطی که تحت عنوان ایجاد پارازیت رژیم صهیونیستی ایجاد کرد برای اینکه همه موشک‌ها به مراکز نظامی به خصوص مقر وزارت جنگ رژیم صهیونیستی اصابت نکنه و با همه این ترفندها باز هم موفق نشد. این نخستین باری نیست که پدافند چند لایه سرزمین‌های اشغالی با چالش مواجه شده. وعده‌های صادق 1 و 2 ایران و حملات نیروهای مقاومت به سرزمین‌های اشغالی در ماه‌های گذشته گمانه‌زنی‌ها و نظرهای کارشناسی را درباره تخریب رادارهای اصلی رژیم و ضعف یا اختلال سامانه‌های پدافندی تقویت کرده بودند. همزمان با این حمله موشکی ایران، حمله سایبری صورت گرفت که بخشی از گنبد آهنین و فلاخن داوود را از کار انداخت. سردار سلامی فرمانده شهید سپاه پاسداران همین پیشتر گفته بود 185 موشک جمهوری اسلامی ایران از حجم بالای پدافند سرزمین‌های اشغالی عبور کرده و به زمین اصابت کرده. حملاتی که هم قدرت تهاجمی را به رخ می‌کشند و هم سامانه‌های دفاعی دشمن را به چالش. ابراهیم اسدی، بیدمشکی، خبرگزاری صدا و سیما. بازتاب گسترده حملات موشکی ایران در رسانه‌های بین‌المللی. تل‌آویو لرزید، گنبد آهنین شکست خورد. در پی حملات موشکی ایران به رژیم صهیونیستی، رسانه‌های بین‌المللی از وارد آمدن ضربه‌ای راهبردی به ساختار نظامی اسرائیل خبر دادند. موشک‌های ایرانی به مراکز حساس رژیم صهیونیستی و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های جهان. خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس، رویترز و فرانسه ساعت‌ها تصاویر این حملات را به صورت زنده پوشش خبری دادند. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم قدرت کلاهک‌های موشک‌های ایرانی را بی‌سابقه و حجم خسارت‌ها را عظیم توصیف کرد. ادی کوهن، روزنامه‌نگار صهیونیست، با انتشار عکس‌هایی از محل‌های اصابت موشک‌های ایرانی نوشت خسارت‌های حمله ایران سنگین است. کارشناس شبکه الجزیره گفت اسرائیل قادر به طولانی کردن جنگ با ایران نیست. اسرائیل با کشوری وارد جنگ شده که دارای حاکمیت است و این کشور به حملات اسرائیل با موشک پاسخ می‌دهد و به قلب اسرائیل می‌زند. اهمیت مسئله در این است که این حملات باعث خواهد شد اسرائیل جنگ را طولانی نکند، چرا که اگر پرتاب موشک به داخل اسرائیل ادامه یابد، داخل اسرائیل نمیتواند این موشک‌ها را هر روز و شب تحمل کنند. ما عملاً از تعطیل شدن اسرائیل صحبت می‌کنیم، تعطیل شدن روند اقتصادی آموزشی. خبرنگار راشا تودی روسیه هم که در تل‌آویو بود از فرار صهیونیست‌ها به پناهگاه‌ها در برابر موشک‌های بالستیک ایرانی خبر داد. اینجا که من ایستادم مرکز تل‌آویو است و بسیاری از موشک‌های ایرانی به اهدافی مختلف در اینجا اصابت کردند. ساعت 3 بامداد همه اسرائیلی‌ها در سراسر اسرائیل آژیر خطر را شنیدند و هشدارهایی دریافت کردند که میگفت باید به دنبال پناهگاهی باشند که در برابر موشک‌های بالستیک نیز مقاومت کند. این لحظه ترسناکی برای اسرائیلی‌ها بود. ارتش اسرائیل به مردم گفت که باید آماده باشید که شاید برای مدت طولانی در پناهگاه‌ها بمانید. پایگاه انگلیسی دینی میل در گزارشی نوشت ایران ضربه مستقیمی به پنتاگون اسرائیل وارد کرد. گنبد آهنین شکست خورد و تلفات لحظه به لحظه در حال افزایش است. هارتس، رسانه عبری زبان، هم حملات ایران را تلافی جویی گسترده خواند. استهداف مباشر. آنچه در اولین ساعات حملات ایران به فلسطین اشغالی دیدم هدف قرار دادن تل‌آویو بود. وحشت زیادی در داخل اسرائیل ایجاد کردند. اسرائیل در شوک بزرگی به سر میبرد و اینا یعنی ایران به اسرائیل میگوید برای رویارویی آماده است و اگر اسرائیل ادامه دهد ایران میتواند بیشتر از این اقدام کند. رشقه صاروخی استهدفت مقر وزارت دفاع اسرائیل که مرکز ستاد
توسط فرمانده کل ارتش از هدف قرار گرفته. این مرکز یک مقر نظامی بسیار مهم و راهبردی محسوب می شود. هیچ گونه اطلاع رسانی درباره این حمله و جزئیات آن صورت نمیگیرد و اسرائیلی‌ها اجازه نزدیک شدن را به هیچ خبرنگاری نمیدن. خبرنگار فاکس نیوز آمریکا در پوشش خبری زنده هدف قرار گرفتن ساختمان وزارت جنگ رژیم اشغالگر در مرکز تل‌آویو را تایید کرد. خبرنگار رادیو تلویزیونی مرکزی چین هم از سطح شهر تل‌آویو در گزارشی از محل اصابت موشک‌های ایرانی گفت حجم ویرانی‌ها نشانه قدرت بسیار زیاد موشک‌های ایرانی است. زینب کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما. دمر الدنيا هون، دمر الدنيا. هيو نيو دمر الدنيا. فرسلية نزل فرسلية. هيو تجاوز رژیم صهیونی به چند منطقه در تهران از جمله مجتمع‌های مسکونی در شمال و شرق تهران و منطقه‌ای در جنوب تهران. نیروهای آتش‌نشانی در حال مهار آتش در انبار نفت شهران هستند. به گفته سخنگوی آتش‌نشانی 2 مخزن از مشتقات نفتی دچار حریق شده. همچنین پدافند هوایی کشورمان هم با واکنشی سریع و مؤثر ریزپرنده‌های مهاجم را شناسایی و منهدم کرده. وزیر امور خارجه در نامه خطاب به فرماندهان نظامی تاکید کرد اطمینان می‌دهم برادران و خواهران شما در وزارت امور خارجه همچون گذشته آماده حمایت کامل و هم‌افزایی راهبردی با مجموعه نیروهای مسلح کشور برای دفاع در برابر تجاوز بیگانه است. در پیام آقای عراقچی که به صورت جداگانه برای فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل ارتش و فرمانده نیروی هوافضای سپاه ارسال شده آمده برایتان در مأموریت شرافتمندانه دفاع از وطن در برابر شرارت و تجاوز دشمن صهیونیستی توفیق مسئلت دارم. وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرده نام و یاد سرداران شهید سلامی، باقری، رشید و حاجی زاده به عنوان قهرمان در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد.
آنان با بینش راهبردی، شجاعت کم نظیر و مجاهدتی خستگی ناپذیر نقش آفرینان اصلی در طراحی و تثبیت دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بودند. در حالی که آمریکا از تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان همه جانبه حمایت می‌کند، رئیس جمهور این کشور مدعی شد که جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی باید پایان یابد. ترامپ رئیس جمهور آمریکا از گفتگو با پوتین رئیس جمهور روسیه خبر داد و گفت ما هم نظر بودیم و تاکید کردیم که جنگ میان اسرائیل و ایران باید پایان یابد. دونالد ترامپ گفت رئیس جمهور روسیه همچنین برای میانجیگری برای حل و فصل تنش‌ها ابراز آمادگی کرد. برخی منابع خبری هم از تنش در گفتگوی پوتین و ترامپ خبر داده بودند. پیشتر کرملین اعلام کرد پوتین و ترامپ رؤسای جمهور روسیه و آمریکا 50 دقیقه درباره موضوعات مختلف به ویژه تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران تلفنی گفتگو کردند. کرملین اعلام کرد رئیس جمهور روسیه حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای و غیر نظامیان را محکوم کرده و بر ضرورت بازگشت طرفین به مسیر مذاکرات برای حل سوء تفاهمات تأکید دارد. با ادامه و گسترش حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی، خبرها از این حکایت دارد که نتانیاهو از ترامپ خواسته با ورود مستقیم به جنگ به اسرائیل کمک کند. آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی فاش کرده که کابینه نتانیاهو از دولت ترامپ خواسته برای ادامه جنگ با ایران با اعزام نیروی نظامی به اسرائیل بپیوندد. با این حال یک مقام آمریکایی گفته ایالات متحده در حال حاضر قصد ورود مستقیم به جنگ را ندارد. خبر دیگر این که روزنامه صهیونیستی معارف گزارش داد همکنون تحت شدیدترین حملاتی هستیم که در تاریخ اسرائیل رخ داده، اما نتانیاهو متواری و ناپیداست. روز گذشته به مناسبت عید قدیر خم مردم با برپای تظاهرات حمایت خود را از پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی اعلام کردند. شرکت کنندگان در این تجمع با سر دادن شعارهایی چون ایران ذوالفقار علی، اقدام اخیر نیروهای مسلح کشور را نمادی از اقتدار منطقه‌ای و دفاع مشروع در برابر تجاوزات مکرر رژیم غاصب صهیونیستی توصیف کردند. جشن عید قدیر تبدیل شده بود به یک راهپیمایی بزرگ که در آن مردم از عشق به ایران اسلامی و آب و خاک میگفتند. با پرچم ایران اومدی چرا؟ به خاطر اینکه عشقم ایران. فقط به خاطر حمایت از ایران. خودم، بچه‌ام، همسرم فدای ایران و اسلام. عاشق کشورم، برای همین اومدم. عاشق کشوری ناصر قاسمی. مرد بر اسرائیل، جانم فدای ایران. همه کسم ایرانه، شرفم ایرانه، ناموسم ایرانه. شهدا و هر ایران اینا کفلن مثل خودم. اسرائیل شلوغه. اسرائیل شلوغه؟ چرا شلوغه؟ خیلی بدن. چرا با خانواده؟ برای اینکه بچه‌ها باید یاد بگیرن پای ایران باید وایسن تا آخر عمرشون. عشق به وطن که در آن شرکت کنندگان از بابت عملیات وعده صادق 3 حسابی خوشحال. ایران با موشک‌هایی که زد گردن اسرائیل شکوه. عالی عالی، منحصر به فرد. عالی بود، خالی بود تو چشم دشمنان ایران. افتخار میکنیم به سپاه ارتش جمهوری اسلامی، افتخار میکنیم به ملت غیور ایران. باید اسرائیل شخم بزنیم به خاطر اینکه دشمن بشریت، دشمن انسانیت است. که براش اتفاق افتاد گوشه ای از
قدرتی بود که ایران داشت رو بهتر از اینا میتونه پاسخ بده بهش. امروز اومدم که نشون بدم پشت نیروهای مسلح کشورم هستم. این یعنی قدرت ایران. الحمدلله خیلی خوب بود، خیلی خوب زدن تو دهنشون، نشون دادن که ما بخوایم کنار هم باشیم میتونیم. خیلی خوب بود، همه پدافندا عمل کردن، ما از همشون دست مریضا میگیم تشکر میکنیم، خسته نباشید. میگم نترسیدید، الان اومدید بهای کشور در شرایط جنگیه. بترسیم، اگه میترسیم که اینجا نبودیم. نترسیدیم، الان هم نمیترسیم. برای چی باید بترسیم؟ مگه مثل خودشون بی‌بخاریم، از چیزی نمیترسیم. من اومدم اینجا که به اسرائیل ثابت کنم مردم ایران همیشه پشت همن. ما همیشه در میدانیم. آمریکایی ها، اسرائیلی ها بدانند ملت ایران زنده است و تا ابد می‌ایستد پای آرمان‌های انقلاب اسلامی. مرگ بر آمریکا! مرگ بر آمریکا! ما اومدیم که یه بار دیگه بگیم بحث مملکت، بحث خاک، بحث رهبری با بحثای سیاسی و حالا گرونی و این مسائل خیلی فرق میکنه. ما اومدیم بگیم هستیم. ما این شهیدا رو میدیم، سربلندی میدیم، سرمون پایین نیست، سرمون بالاست. قربون سپاه، قربون ارتش، بکوب و یا علی بگو، ریشه دشمن رو بکن. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما. هواشناسی برای بخش‌های شمالی و شمال غرب کشور بارش‌های پراکنده پیش بینی کرده. همراه میشیم با کارشناس سازمان هواشناسی خانم سلامی. صبح شما بخیر. منتظر شنیدن گزارش وضع هوا از زبان شما هستیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. با نام و یاد خدا، من هم حضور شما و بینندگان محترم عرض سلام و صبح بخیر دارم. در بخش‌های شمالی کشورمون در حال حاضر شاهد پوشش‌هایی از ابر هستیم. انتظار داریم تا روز چهارشنبه هم در استان‌های واقع در شمال غرب کشورمون، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران و گلستان باران رو داشته باشیم. این در حالی هستش که در مناطق مرکزی بخش‌های جنوبی کشورمون جو آرام هستش، آسمان رو صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌کنیم. اما پدیده‌ای که برای چند روز آینده اتفاق میفته وزش بادهای شدید هستش که گاهی گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و احتمال خسارت به سازه‌های موقت رو به همراه داره. این وزش باد در مناطق شرقی کشورمون تا حدودی مناطق مرکزی، دامنه‌های البرز، بخشی از شمال غرب کشور و همینطور تا حدودی برای جنوب غرب کشورمون اتفاق میفته. طی این مدت بخشایی از دریای ما برای بخشایی از خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطمه و افزایش ارتفاع موج رو هم داریم. به سبب این وزش بادهای شدید هشدارهای هواشناسی صادر شده، اطلاع رسانی کامل هم باید انجام بشه. اما کاهش دما رو از روز دوشنبه هم پیش بینی می‌کنیم. انتظار داریم از امروز تا روز دوشنبه همچنان روند افزایش دما رو داشته باشیم، اما از روز دوشنبه در بخش‌های غربی و شمالی کشورمون کاهش دما هم آغاز میشه. از توجه و همراهی شما سپاسگزارم. با ادامه خبرها همراه باشید. خیلی متشکریم از شما خانم سلامی، کارشناس سازمان هواشناسی. هلاکت چند نظامی صهیونیست در کمین رزمندگان مقاومت فلسطین. گردان‌های قسام، شاخه نظامی فلسطین، از اجرای کمین پیچیده ضد نظامیان صهیونیست در شرق خان یونس خبر دادند. بر اساس این خبر نیروهای مقاومت فلسطین موفق شدند خودروهای نظامیان صهیونیست را در شرق خان یونس هدف قرار دهند. گفته شده در این حمله 2 نفربر صهیونیستی منهدم و چند نفر هم زخمی شدند و 1 نظامی هم به هلاکت رسیده. پس از این حمله نظامیان صهیونیست قصد انتقال مجروحان را داشتند که انفجار دوم منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی دیگر از نظامیان صهیونیست شد. بلافاصله بالگردهای صهیونیست برای انتقال اجساد و مجروحان فرود آمدند.
اما دقایق قبل سخنگوی نیروهای مسلح یمن از یک عملیات نظامی علیه اهداف حساس دشمن در تل‌آویو خبر داد. یحیی سری گفت یگان موشکی نیروهای مسلح یمن طی 24 ساعت گذشته با استفاده از تعدادی موشک بالستیک هایپرسونیک فلسطین 2 در زمانهای مختلف عملیات نظامی را علیه اهداف حساس دشمن اسرائیلی در منطقه اشغالی یافا انجام داد.